صابر جان سلام بر خودت، صبح زیبایت بخیر لالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله. سلام بر شما و بخش تکنیک و یک سلام خاص برای بینندگان عزیز. محمد طاهر هستم، فرزند محمد هارون. صابری تخلص میکنم و صنف اشتم در لیسه محمد کریم کابلی و همچنان شاگرد دارالحفاظ سید الشهداء حضرت امیر حمزه رضی الله عنه در خدمت شما. درود بر شما صابر جان، بسیار خوش آمدی، صفا آوردیم و خیلی خوشحال هستیم. دوستای عزیز، صابر بر علاوه این که تلاوت قرآن را خوب یاد دارن و در پهلوش فن بیان بسیار خوبی هم دارن. پس چه خوب است که ما اگر قرآن را میخوایم یاد بگیریم در پهلوش تقویت میشه گفتار ما، این که بتونیم خوب صحبت بکنیم. صابر امروز بخیر اومدی در استودیو؟ بله. همراه پدر جان آمدی؟ بله. بله، تشکر میکنم. قبل از اون که بریم روی موضوعات، میخوایم یک تلاوت از خودت داشته باشیم. بر ما قرار است کدام آیات از قرآن مجید رو تلاوت بکنی؟ سوره تکویر است. سوره تکویر. سوره مبارکه تکویر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس
ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ماشاءالله جزاک الله طیب الله فوق العاده خواندی و انشالله همیشه صدایت گرم باشه و استوار در راه قرآن و اسلام. طاهر جان در رابطه با تمریناتت بر ما بگو که پیش کدام استاد تمرین میکنیم تا اینکه این رقم تلاوت زیبا بر ما داشتی. ما تا بال دمیسن که رسیدیم تا بال ما پیش کسی تمرین نکردیم. از این موبایل گوش کردیم هم تا یاد گرفتیم. آفرین ماشاءالله. و در فامیل کسی همراهت همکاری کرد؟ بله در فامیل خانواده همیشه همکاری میکنم و از پدرجانم و مادرجانم بیشتر. آفرین ماشاءالله. بعدن چی کنه تعقیب میکنی؟ کدام قاری صاحبا را تعقیب میکنی تا اینکه بتونی ما رقمشان بخونی؟ ما از سدیس هست. آها. عبدالرحمن سدیس، عبدالباسط هست. بله شیخ صاحب. ماهر است. دوست هم داری مثل از اونا تلاوت بکنی؟ بله. بله. باز در رابطه با مقام ها هم چیزی میدونی؟ مقام نه. خب بله. از اینکه اگر بخوای حرفه‌ای وارد قرآن کریم شوی، وارد تلاوت، باید حتما سمت مقام ها بری. و روحانی و روانخوانی را از کدام سن یاد گرفتی؟ روحانی از یک 6 ساله 7 ساله بودم از اون وقتا. به موسنایی که همگی به مدرسه میرن. بله. بله. در مدرسه روحانی و روانخوانی رو یاد گرفتی و بعد آمدی سمت تلاوت. تلاوت حفظم کردیم یک 5 سپاره. آفرین ماشاءالله. ما میخواستم که سوال بکنم که حفظم کردین، درود بر شما. کدام پاره های قرآن حفظ کردی؟ ما اولا آفرین. دوره 29 30 28. بله. میتونی بر ما بگی که چگونه یک نفر قرآن رو میتونه خوب حفظ بکنه؟ فراموشش نشه. گردان بکنه، زیاد گردان بکنه، سبقی بخونه، زیاد کوشش کنه. خودت روز چند ساعت گردان میکنی؟ منظور شما قرآن را دوباره میخونن تا اینکه بتونن در ذهنشون باشه. من روز 2 ساعت گردان میکنم. آفرین. پیش کی گردان میکنی؟ پیش پدرجانم میکنم، در دارالفاز میرم پیش قاری صاحب سید عبدالله، قاری صاحب ظفر، قاری صاحب جنید، قاری صاحب نوید، پیش همش گردان کرده میرم. ماشاءالله. نام خدا. همه قسم که در علوم اسلامی فوق العاده هستی، درس مکتب درست یا کاملا تطبیق میکنی موضوعات تمرینیش را؟ آفرین. صنف چند مکتب؟ صنف 7 یا 6 گفتی؟ صنف 8 مکتب هستم. ماشاءالله. و سنت نمیخوره طاهر جان؟ خورترک موندی. چرا؟ از اون اول پدرم از 5 سالگی زیاد شوق مکتب داشتم. آفرین. شاملم کرده بود. آفرین. بعد در مکتب چند نمره هستی؟ اول نمره هستم. ماشاءالله. نام خود. از برکت قرآن مطمئن هستم اگر ما چنگ بزنیم بر اسمان الهی و قرآن بدون شک در نمیمانیم. خب ما خبرهای شنیدیم که خودت در زبان انگلیسی هم تانستی خوب روحانی داشته باشی. بله. بله. حالا چیزی بر ما آوردی که بخونیم و ببینیم که طاهر جان چقدر روحانیش در انگلیسی خوب است؟ بله. بله. بفرمایید.
خب قبل از اینکه بریم مقاله است یا یک جمله میخونیم؟ مقاله است. آفرین. در رابطه به چی است؟ درباره حضرت محمد صلی الله علیه و صلی سلم. الله علیه و آله و سلم. بفرمایید. In the name of Allah, hello to you and watch us from the television of Ma'arif. My topic is about Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, was born in Mecca in 570 AD. He belonged to the noble Quraysh tribe. Orphaned at the young age, he grew up under the care of his grandfather and later his uncle. At 25, he married with Khadija, a wealthy merchant. At the age of 40, Muhammad, peace be upon him, received his first revelation from the angel Jibreel Amin. Thank you so much. آفرین، تشکر. Thank you so much از خودت. آفرین، ماشاءالله خیلی خوب خواندی و یک مقاله است در رابطه با زندگی حضرت پیامبر بزرگوار سید مقبول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در رابطه با اینکه چگونه تولد شدن و چگونه توانستن پیش برن. بله، فوق العاده درخشیدن. ما همچنان راه بزرگوار را تعقیب میکنیم تا اینکه ما هم فوق العاده باشیم. خب طاهر عزیز، ما دوست داره در آینده چیکار شوه؟ ما در آینده دوست دارم حافظ قرآن کریم شوم. آفرین. و دکتر شوم. درود بر شما. چرا خواستی یا چی باعث میشه که خودت دکتر شوی؟ دکتر میشه دیگه. طاهر جان میخواد دکتر شود دیگه. نپرسیم که چرا، حالا دکتر شدن دیگه چرا نداره، میخواد خدمت بکنه. درست است؟ بله. و من تا از پیشکاری میترسم طاهر. چی کار بکنم؟ خودت هم میترسی؟ بله میترسم. چرا ترس داره پیشکاری طاهر؟ چون ترس داره دیگه. خب به هر حال تشکر میکنم. طاهر جان عزیز، پیام داری بر ما؟ پیام داشته باشی؟ پیام دارم. پیام بر سن سالم خودم باید کوشش کنن درسای خود بخونن. ما باید آینده کشور رو جور کنیم. درود بر شما. تشکر میکنم طاهر جان. همیشه بدرخشی و بتونی که در آینده یک دکتر فوق العاده شی. ما صدایت کنیم دکتر صاحب طاهر. تشکر.